به در خوردین سن. خب از خودتون بگیم ببینم چند وقت اینجایی؟ من تازه اومدم خب دیگه، تازه اومدم که دیگه بمونه، هی میرفتم و میومدم. درستو تموم کردی؟ آره دیپلم گرفتم دیگه، درس نخوندم، کار کردم. خسته نباش. الانم که اومدی برای دنبال عشق و نه. عاشقی. حالا اون وسط‌های هدف و اینا یه مردی باشه کنم دیگه. آها اون وقت مردی باشه. چه مردی باشه؟ خوب باشه دیگه، اونم خوب از نظر شما چه هدف داشته باشه، وایبش خوب باشه، مثل هم باشیم، همو درک کنیم دیگه؟ همین. خصوصیات ظاهریش مهم مهم نیست. نیست. بیریخ باشه، زشت آره، باشه، اصلا دراز باشه، واقعا کوتاه چاق باشه، مرد باشه. مرد باشه. مرد باشه. دنبال بچه خیلی پس سخته. زشترین رو پیدا می‌دونیم. کردن این که اولش ما بفهمیم مرد هست یا نه یا در کار مشکلیه. خب شیطنتش با خودم باشه، هرز نره. اینا که همش گفتی تو یک مرد آره، قاعدتا پیدا خیلی میشه. سخته. یعنی اونای دیگه شاید پیدا شه، خوشگلی و خوشقد و بالایی و جذابیت و فلان و اونه که فلان مهم فلان، نیست. ولی تیکه آخر که گفتی که شیطونیاش با خودم آره. باشه من بهت قول نمیدم.